Inwiefern beeinflussen Medien uns? تصمیم گرفت چند روزی را با اسم و رسم جدیدش بگذراند. Ich will wissen, wie gefährlich. تمام ورودی‌های اطلاعاتی خانه‌اش را به روی خود بست و با هویتی جدید در شبکه‌های اجتماعی حاضر شد. Außerdem möchte ich auch mit Leuten. میخوام با افرادی که با افکار من همسو نیستن هم صحبت بشم. سسیلیا خبرنگاری آلمانی است. حس می‌کرد در گفتگو با آدم‌های اطرافش یک جای کار می‌لنگد. هر کس اخبار را یک جور تفسیر می‌کند. من میخوام منابع خبری رو دنبال کنم که قبلتر سمتشون نمیرفتم و میخوام عمدن خودم رو وارد حباب کنم. حبابی که درباره‌اش حرف میزند جایی است که کاربر فضای مجازی در اخبار همسو با عقیده خود محاصره میشود. نام دیگرش اتاق پژواک است. اتاقی که سسیلیا خودش را در اخبارش غرق کرد و بعد از 7 روز که با همکار خود به گفتگو نشست حس متفاوتی داشت. من قبل گفتگو با تو هر چی خونده بودم رو درست و قطعی میدونستم، اما الان میبینم که اطلاعاتم رو میشه رد کرد یا نقدشون کرد. و این شهروند آمریکایی که یک فعال اجتماعی است درباره حسی که مثل خبرنگار آلمانی تجربه کرده اینطور میگوید: ما در واقعیت با یک عالم صدا و ایده و نظرات مختلف مواجهیم، اما فناوری بخش زیادی از این صداها رو حذف میکنه و اونجاش رو نشون میده که قبلتر بهش علاقه نشون داده بودیم و فضای مجازی مثل حبابی میشه پر از افرادی که با ما موافق هستند. حبابی که او درباره‌اش حرف میزند برای برخی ایرانی‌ها جدید، حباب بیشتر تو قسمت طلا و سکه و ارز اینا شدین و نه موضوع جدیدیه و برای دیگران آشناست. میگویند در آن زندگی میکنند. هر چیزی که فالو بکنیم، دنبال بکنیم و لایک بکنیم همون چیزا برامون نشون داده میشه. باعث میشه که بیشتر از اون چیز برامون بیاره. آشپزم خب 100% کل اکسپلورم از آشپزی و پست‌های مربوط به اونه. پایگاه خبری لیبرلیست انگلیس نوشته رد پای اتاق پژواک در زندگی مردم انگلیس قابل دیدن است. مردم این کشور از رویکرد شبکه‌های اجتماعی ناراضی‌اند و میگویند الگوریتم‌ها به جای قرار دادن ما در معرض طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها یک دیدگاه را تقویت می‌کنند. نتیجه محبوس شدن در اتاق پژواک را این فعال اجتماعی اینطور تحلیل کرده: وقتی ما جهان بینیمون باریک شه 2 تا اتفاق خطرناک میفته. اول اینکه ما در باورهامون افراط میکنیم. دوم اینکه ما در مقابل فردی که با ما متفاوت فکر میکنه کم تحمل و کم طاقت میشیم. هشداری مشابه با هشدار این خبرنگار. فکر میکنم موندن توی اتاق پژواک و ندیدن نظرات بقیه آدما خطرناکه. باعث میشه به بقیه اجازه نظر دادن ندی و نظرات بقیه رو نپذیری. زهرا ایزدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.